به نام خدا جلسه سوم دوره متون حقوقی رو با هم شروع می‌کنیم. توی این جلسه طبق روال جلسات قبلی من کلماتی رو براتون همراه با مثال آموزش میدم و کلمات کلیدی اون مثال رو همراه با ترجمه و مترادف و متضادهاش بررسی می‌کنم. این جلسه حدود 80 تا کلمه رو بهتون آموزش میدم و کلماتش رو با هم بررسی می‌کنیم. امیدوارم که این جلسه رو تا انتها دنبال کنین و براتون مفید باشه. کلمه‌ای که میخوام براتون ترجمه کنم کلمه نشنالز به معنی اتباع یا شهروندانه. به مثالی که با این کلمه براتون در نظر گرفتم توجه کنید. A state is not responsible for acts committed by one of its nationals against a foreigner. یک دولت مسئول اعمال ارتکابی توسط یکی از اتباعش علیه یک بیگانه نیست. 3 تا کلمه مهم از این مثال من در نظر گرفتم براتون ترجمه میکنم. کلمه اول کلمه act committed به معنی اعمال ارتکابی. کلمه بعدی کلمه responsible به معنی مسئول و کلمه آخر کلمه foreigner به معنی خارجی یا بیگانه هستش. عبارتی که میخوام براتون ترجمه کنم عبارت objective element به معنی عنصر عینی یا عنصر مادی هستش. به مثالی که با این عبارت براتون در نظر گرفتم توجه کنید. This is because the elements of international crimes, the objective element or actus reus, and the subjective element or mens rea, have not been immediately obvious, and because international law does not lay down any scale of penalties. این بدین خاطر است که عناصر جرائم بین‌المللی عنصر عینی یا مادی و عنصر ذهنی یا معنوی بدواً معلوم نبوده و همچنین حقوق بین‌الملل متکی بر ملاک قطعی مجازات‌ها نیست. کلمه‌های کلیدی این مثال کلمه اولش کلمه international crimes به معنی جرایم بین‌المللیه. کلمه بعدی که براتون در نظر گرفتم که کلمه آشنایی هم هست کلمه penalties به معنی مجازات‌ها. کلمه بعدی کلمه subject element به معنی عنصر ذهنی و کلمه آخری که براتون ترجمه می‌کنم کلمه obvious به معنی واضح. کلمه‌ای که میخوام براتون ترجمه کنم کلمه paradigmatically به معنی به طور نمونه هستش. یه مثال برای این کلمه در نظر گرفتم بهش دقت کنید. International law governs the rights and responsibilities of states. Criminal law, conversely, is paradigmatically concerned with prohibitions addressed to individuals, violations of which are subject to penal sanction by a state. حقوق بین‌الملل بر حقوق و مسئولیت‌های دولت‌ها حاکم است. برعکس حقوق جزا به طور نمونه به ممنوعیت‌های خطاب به اشخاص مربوط می‌شود و تخلف و تخطی از آنها تابع مجازات کیفری توسط دولت هستند. این مثال کلمات کلیدی خیلی مهمی داره. من چند تاشو براتون در نظر گرفتم و ترجمه میکنم. کلمه اول کلمه international law به معنی حقوق بین‌المللی. کلمه دوم کلمه govern به معنی حکومت کردن. کلمه بعدی که براتون در نظر گرفتم کلمه concern به معنی مربوط شدن. کلمه بعدی کلمه violation به معنی نقض و کلمه آخری که براتون ترجمه میکنم کلمه penal sanction به معنی مجازات کیفری هستش. ضمناً یه مترادف هم از این مثال براتون در نظر گرفتم. مترادف کلمه govern که به معنی حکومت کردن بود کلمه dominate به معنی تسلط داشتن میشه. کلمه بعدی که میخوام براتون ترجمه کنم کلمه بسیار آشنایی هستش. کلمه parliament به معنی پارلمان یا مجلس.
به مثالی که با این کلمه براتون در نظر گرفتم توجه کنید. The Parliament is the legislature of the UK, consisting of the Sovereign, the House of Lords, House of Commons. پارلمان به عنوان قوه مقننه انگلیس مرکب از حاکم، مجلس اعیان، مجلس عوام می باشد. این مثال با اینکه مثال خیلی کوتاهیه ولی کلمه‌های کلیدی مهمی داره که من سعی کردم که همشون رو براتون ترجمه کنم. کلمه اولمون کلمه legislature به معنی قانونگذاره. کلمه بعدی یا عبارت بعدی عبارت House of Commons به معنی مجلس عوام و عبارت House of Lords به معنی مجلس اعیانه. همونطوری که میدونین House توی معنای غیر حقوقی معنی خانه رو میده ولی توی حقوقی به معنی مجلس هستش، مجلس عوام، مجلس اعیان. کلمه آخری که براتون ترجمه میکنم کلمه sovereign به معنی حاکم هستش. همچنین یه مترادفم براتون در نظر گرفتم. مترادف همین کلمه sovereign به معنی حاکم کلمه های government و state میشه. لغتی که میخوام براتون ترجمه کنم لغت range به معنی در نوسان بودن، گسترش یافتن یا گسترده است. یه مثال با این لغت براتون در نظر گرفتم، بهش توجه کنید. Today, countries that have civil law systems ranges from Russia and China to most of Central and Latin America. امروزه کشورهایی که دارای نظام‌های حقوق مدنی هستند از روسیه و چین گرفته تا اکثر نقاط آمریکای مرکزی و لاتین گسترش یافتند. از این مثال لغات و عبارات کلیدی براتون در نظر گرفتم که براتون ترجمه میکنم. توی این مثال عبارت سیویل لا به معنی حقوق مدنیه. توی جمله‌مون عبارت سیویل لا سیستمز به معنی نظام‌های حقوقی مدنی میشه. همچنین از این مثال یه مترادفم براتون در نظر گرفتم. مترادف کلمه اصلیمون کلمه رنج. مترادف لغت رنج لغت develop یا extend میشه که این دوتا لغت هم همون معنی گسترش یافتن و گسترده رو میده. لغتی که میخوام براتون ترجمه کنم لغت رنج به معنی در نوسان بودن، گسترش یافتن یا گسترده است. یه مثال با این لغت براتون در نظر گرفتم، بهش توجه کنید. Today, countries that have civil law systems ranges from Russia and China to most of Central and Latin America. امروزه کشورهایی که دارای نظام‌های حقوق مدنی هستند از روسیه و چین گرفته تا اکثر نقاط آمریکای مرکزی و لاتین گسترش یافتند. از این مثال لغات و عبارات کلیدی براتون در نظر گرفتم که براتون ترجمه میکنم. توی این مثال عبارت سیویل لا به معنی حقوق مدنیه. توی جمله‌مون عبارت سیویل لا سیستمز به معنی نظام‌های حقوقی مدنی میشه. همچنین از این مثال یه مترادفم براتون در نظر گرفتم. مترادف کلمه اصلیمون کلمه رنج. مترادف لغت رنج لغت develop یا extend میشه که این دوتا لغت هم همون معنی گسترش یافتن و گسترده رو میده. کلمه بعدی که میخوام براتون ترجمه کنم کلمه هاربر به معنی بندر هستش. یک مثال با این کلمه براتون در نظر گرفتم، توجه کنید. Maritime law was a great driver of international legal rules, providing for the enforcement of contracts, the protection of shipwrecked sailors and property, and the maintaining of harbors.
حقوق دریایی یک محرک و گرداننده بزرگ قواعد حقوقی بین‌المللی بود که اجرای قراردادها، حمایت از دریانوردانی که کشتی آنها شکسته شده یا اموالشان نابود شده و محافظت از بنادر را فراهم می‌ساخت. این مثال کلمه‌های کلیدی زیادی داره که من سعی کردم همشون رو براتون ترجمه کنم. کلمه اولمون کلمه maritime law به معنی قوانین دریانوردیه. عبارتی که میخوام براتون ترجمه کنم عبارت International Legal Rules به معنی قوانین حقوقی بین‌المللی. لغت بعدی لغت provide به معنی فراهم کردن. کلمه بعدی کلمه enforcement به معنی اجرا. توی مثالمون عبارت enforcement of contract به معنی اجرای قرارداده. contract به معنی قرارداد و enforcement به معنی اجرا. enforcement of contract اجرای قرارداد. کلمه بعدی که براتون ترجمه میکنم کلمه protection به معنی حفاظته. کلمه shipwrecked به معنی کشتی غرق شده. لغت بعدی لغت sailor به معنی دریانورد یا ملوان. لغت بعدی که براتون ترجمه میکنم لغت maintain به معنی حفظ کردنه. همچنین 2 مترادف هم از این مثال بهتون یاد میدم. مترادف کلمه provide به معنی فراهم کردن، کلمه hold out، و مترادف های لغت enforcement به معنی اجرا، لغات performance و implement هستند. کلمه بعدیمون کلمه genocide به معنی نسل کشی هستش. به مثال این کلمه توجه کنید. Genocide means extermination of a large group of people. نسل کشی یعنی نابودی گروه زیادی از مردم. توجه کنین که ترجمه مثال توضیح خود کلمه genocide. Genocide means extermination of a large group of people. نسل کشی یعنی نابودی گروه زیادی از مردم. یک لغت مهم از این عبارت براتون ترجمه میکنم. لغت extermination به معنی نابودی. عبارتی که براتون ترجمه میکنم عبارت natural law به معنی حقوق طبیعیه. به مثال این عبارت توجه کنید. The content of this natural law was thought to be discoverable by human beings through the exercise of reason. تصور میشد محتوای حقوق طبیعی توسط بشریت از طریق بکارگیری عقل قابل کشف باشد. این مثال چند تا کلمه کلیدی داره که من براتون در نظر گرفتم و براتون ترجمه میکنم. کلمه اولمون کلمه content به معنی محتواست. کلمه بعدیمون کلمه discoverable به معنی قابل کشفه. دقت کنین که توی این لغت کلمه اصلیمون کلمه discover به معنی کشف کردنه. discover کشف کردن، discoverable قابل کشف. و کلمه آخری که براتون ترجمه میکنم کلمه exercise of reason به معنی تمرین عقل. کلمه بعدی که میخوام براتون ترجمه کنم کلمه effort به معنی تلاش، سعی و کوشش هستش. به مثال زیر توجه کنید. Efforts have been made to create a unified body of business law in the U.S. The most successful of these attempts has resulted in the general adoption of the Uniform Commercial Code.
در ایالات متحده برای ایجاد مجموعه واحد و متحدالشکلی از حقوق تجارت تلاش‌هایی صورت گرفته است. موفقیت آمیزترین این تلاش‌ها منجر به پذیرش و قبولی قانون متحدالشکل تجاری شده است. این مثال کلمه‌های کلیدی مهمی داره که براتون ترجمه می‌کنم. کلمه اولمون کلمه unified به معنی واحد هستش. عبارت unified body توی مثالمون معنی مجموعه واحد رو میده. توجه کنید که کلمه body اینجا به معنی بدن نیست، به معنی مجموعه است. unified body مجموعه واحد. کلمه بعدی کلمه attempt به معنی تلاش. لغت بعدی لغت resulted به معنی منجر. لغت بعدی که براتون در نظر گرفتم و ترجمه میکنم adoption به معنی پذیرش و عبارت آخرمون عبارت uniform commercial به معنی متحدالشکل تجاری هستش. همچنین من از این مثال یک مترادف هم براتون میگم. مترادف کلمه اصلیمون کلمه effort به معنی تلاش، کلمه attempt و try هستن. کلمه بعدی که براتون در نظر گرفتم و ترجمه میکنم کلمه deadlock به معنی بنبست مذاکرات هستش. لطفاً به مثالی که براتون در نظر گرفتم توجه کنید. Angry debate, heightened by a stifling heat wave, led to deadlock. بحث و گفتگوی شدید همراه با موج گرمای خفه کننده‌ای که شدت گرفت منجر به بنبست مذاکرات شد. طبق روال همیشه کلمه‌های مهم و کلیدی رو براتون ترجمه میکنم. کلمه اولی که براتون در نظر گرفتم کلمه دیبیت به معنی بحث و مناظره هستش. کلمه بعدی کلمه هیت ویو به معنی موج گرما. کلمه استایفلینگ به معنی خفه کننده. توی مثال عبارت استایفلینگ هیت ویو به معنی موج گرمای خفه کننده است. و همچنین کلمه آخر کلمه led to به معنی منجر به. همچنین یک مترادف هم من براتون در نظر گرفتم. مترادف های کلمه دیبیت به معنی بحث و مناظره لغات argument و دیسکاشن هستند. کلمه بعدی که براتون ترجمه میکنم کلمه particular به معنی خاص یا ویژه هستش. یک مثال با این کلمه براتون در نظر گرفتم. بهش توجه کنید. The modern conflict of laws, private international law, is generally considered to have begun in northern Italy during the late Middle Ages and in particular at trading cities such as Genoa, Pisa, and Venice. اینطور به نظر می رسد که تعارض قوانین جدید یا حقوق بین الملل خصوصی عموماً در طی اواخر قرون وسطی از ایتالیای شمالی و خصوصاً در شهرهای تجاری نظیر جنوا، پیزا و ونیز شروع و آغاز شده است. کلمه های کلیدی از این مثال رو براتون ترجمه می کنم. کلمه اولی که براتون در نظر گرفتم کلمه conflict به معنی تعارض یا تضاده. عبارت بعدی عبارت private international law به معنی حقوق بین الملل خصوصی. کلمه private به معنی خصوصی، international به معنی بین الملل و law هم به معنی حقوقه. کلمه بعدیمون کلمه middle ages به معنی قرون وسطی. کلمه بعدی trading cities به معنی شهرهای تجاریه.
همچنین از این مثال 2 تا مترادف هم بهتون معرفی میکنم. مترادف کلمه particular که کلمه اصلیمون هست به معنی خاص و ویژه، کلمه special و مترادف های کلمه conflict، کلمه های contradiction، differentiation و dispute هستن. قبل از اینکه لغت بعدی رو بهتون معرفی کنم میخواستم ازتون تشکر کنم که آموزش ما رو دنبال میکنین و میخوام خواهش کنم کانال ما رو سابسکرایب کنین و به دوستانتون معرفی کنین. امیدوارم که تونسته باشم تا این بخش از آموزش همه لغات مهم و کلیدی رو بهتون معرفی کرده باشم. خب میریم سراغ لغت بعدی. لغت بعدی که براتون در نظر گرفتم و ترجمه میکنم لغت making will به معنی تنظیم وصیت‌نامه است که این عبارت هم عبارت خیلی مهمی هست. یک مثال با این عبارت براتون در نظر گرفتم، بهش توجه کنید. Intestate is a person who has died without making will. شخص فاقد وصیت‌نامه شخصی است که بدون تنظیم وصیت‌نامه مرده است. این مثال یک کلمه کلیدی و بسیار مهم داره. کلمه intestate به معنی شخص بدون وصیت‌نامه. در واقع مثالمونم توضیح کلمه intestate هستش. کلمه‌ای که براتون در نظر گرفتم و میخوام براتون ترجمه کنم کلمه waive هستش به معنی صرف نظر کردن. به مثال این کلمه دقت کنید. The credit opened by the buyer must be of the right and agreed type, or the seller will be able to repudiate the contract. If, however, he accepts the credit as opened, he may be deemed to have waived his right to repudiate. اعتباری که توسط خریدار گشوده می شود باید از نوع اعتبار صحیح و توافق شده باشد. در غیر این صورت فروشنده می تواند قرارداد را باطل اعلام کند. با این حال اگر وی اعتبار را به همان گونه که گشایش شده است قبول نماید می تواند فرض شود که وی از حق بطلان قرارداد صرف نظر کرد. از این مثال چند تا کلمه مهم رو بهتون معرفی میکنم. کلمه اولی که براتون در نظر گرفتم کلمه credit به معنی اعتباره. کلمه بعدیمون کلمه buyer به معنی خریدار. کلمه بعدی agreed به معنی مورد توافقه. کلمه بعدیمون کلمه seller به معنی فروشنده. و کلمه آخری که بهتون معرفی میکنم و براتون ترجمه میکنم کلمه repudiate به معنی رد کردن یا باطل کردنه. کلمه بعدی که براتون ترجمه میکنم کلمه rarely به معنی به ندرت یا ندرتاً هستش. لطفاً به مثالی که با این کلمه براتون در نظر گرفتم توجه کنید. In this case, we rarely refer to public law. Instead, we have to refer to private law. در این مورد ما ندرتاً به حقوق عمومی رجوع می‌کنیم. در عوض باید به حقوق خصوصی مراجعه نماییم. از این مثال چند تا لغت مهم براتون ترجمه میکنم. لغت اولمون لغت refer به معنی مراجعه کردنه. کلمه بعدی که کلمه خیلی مهمیه کلمه public law به معنی حقوق عمومیه. لغت بعدی لغت instead به معنی بجای یا در عوضه. و کلمه آخری که بهتون معرفی میکنم کلمه private law به معنی قانون خصوصیه.
این دوتا کلمه پابلیک لا و پرایویت لا کلمه های خیلی مهمی هستن، کلیدی هستن و خیلی هم کاربرد دارن. لغت بعدی که براتون در نظر گرفتم و ترجمه میکنم لغت satisfy به معنی برآورده کردنه. به مثال این کلمه توجه کنید. An equitable lien is a charge upon property conferred by law until certain claims have been satisfied. Therefore, there is no lien wherever there is no claim. حق حبس منصفانه عبارت از حق حبس مال اعطا شده توسط قانون تا زمانی که مطالبات خاصی برآورده شوند. بنابراین هر جا که مطالبه ای وجود ندارد، حق حبس هم وجود ندارد. لغات مهم متن رو براتون ترجمه میکنم. لغت اولی که براتون در نظر گرفتم لغت لین به معنی حق رهن یا گروه. کلمه بعدیمون کلمه equitable به معنی منصفانه است. لغت بعدیمون confer به معنی اعطا کردن و عبارت بعدی که براتون ترجمه میکنم عبارت certain claims به معنی مطالبات خاصه. توی این عبارت claim به معنی مطالبه و certain claims به معنی مطالبات خاص. کلمه بعدی که براتون در نظر گرفتم و میخوام ترجمه کنم کلمه بسیار مهم و پرکاربردیه. لغت false imprisonment به معنی حبس غیرقانونی و یا بازداشت غیرقانونی. یک مثال با این عبارت براتون در نظر گرفتم، بهش توجه کنید. False imprisonment is the infliction of bodily restraint of another without lawful justification. بازداشت غیرقانونی عبارت است از تحمیل صدمه جسمانی بر دیگری بدون دلیل قانونی. کلمه‌های مهم و کاربردی از این مثال براتون در نظر گرفتم که براتون ترجمه میکنم. کلمه اولمون کلمه infliction به معنی تحمیل هستش. کلمه دوم کلمه lawful به معنی قانونی که کلمه خیلی مهم و خیلی کاربردی هستش. کلمه بعدیمون کلمه justification به معنی توجیه. همچنین توجه کنین که عبارت lawful justification به معنی توجیه قانونی یا دلیل قانونیه. lawful به معنی قانونی، justification به معنی توجیه قانونی یا دلیل قانونی. کلمه بعدی که میخوام براتون ترجمه کنم کلمه satisfactorily به معنی به طور رضایت بخشی هستش. یه مثال با این کلمه براتون در نظر گرفتم، بهش توجه کنید. The majority of legal problems arising through the use of electronic commerce can be answered satisfactorily by the application of standard legal principle. در مسائل حقوقی که به خاطر استفاده از تجارت الکترونیک ایجاد شدن می توانند از طریق اعمال اصول قانونی استاندارد به طور رضایت بخشی به آن پاسخ داده شوند. از این مثال چند تا کلمه مهم و یک مترادف براتون در نظر گرفتم که براتون ترجمه میکنم. کلمه اولمون کلمه majority به معنی اکثریت هستش. توی مثال the majority of legal problems به معنی اکثر مسائل حقوقیه. کلمه بعدیمون کلمه commerce به معنی تجارته و همچنین عبارت electronic commerce به معنی تجارت الکترونیکه. کلمه بعدیمون کلمه principle به معنی از. این کلمه هم کلمه خیلی مهمیه، توی مثالا هم خیلی هستش، بهش خیلی دقت کنیم. و همچنین عبارت legal principle به معنی اصول قانونیه.
مترادفی که از این مثال براتون در نظر گرفتم مترادف کلمه پرینسیپله. مترادف کلمه پرینسیپل کلمه مین میشه که هر دوشون همون معنی اصل رو میدن. عبارت بعدی که میخوام براتون ترجمه کنم عبارت بسیار مهم و بسیار کاربردیه. عبارت Joint Stock Company به معنی شرکت سهامی عام. به مثالی که با این عبارت براتون در نظر گرفتم دقت کنید. The capital of a joint stock company is divided into shares as well as stock holdings. سرمایه شرکت سهامی عام تقسیم می شود به سهم الشرکه و سهام. از این مثال 3 تا کلمه مهم و کلیدی و 2 تا مترادف براتون در نظر گرفتم. کلمه اولی که براتون ترجمه می کنم کلمه کپیتال به معنی سرمایه یا پایتخته. کلمه بعدیمون کلمه دیواید به معنی تقسیم کردن و کلمه آخری که براتون ترجمه می کنم کلمه shares به معنی سهامه. 2 تا مترادفی که بهتون معرفی می کنم کلمه اولمون کلمه divide به معنی تقسیم کردن. مترادف کلمه divide کلمه diverge و کلمه بعدیمون کلمه shares به معنی سهام. مترادف کلمه shares کلمه stock holding.